سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 4 سپتامبر همراه شما. امروز در روستای آقسوی ولایت بادکنی قرقیزستان ملاقات هیئت‌های حکومتی این کشور و تاجیکستان درباره تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور برگزار شد. هیئت تاجیکستان را در گفتگو مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر و طرف مقابل را عبدالرحمن ممتالیف همتای قرقیزی او رهبری می‌کردند. در حضور هیئت‌ها و ساکنان روستاهای نزدیک مراسم شروع ساختمان همزمان دو راه نزدی مرزی برگزار شد. راه کوکتاش آقسوی و تمدیق که قرقیزستان می‌سازد دیگر از روستای تاجیکان ناحیه اسفرا نمی‌گذرد و راه اسفرا واروخ که تاجیکستان بنیاد می‌کند از کنار روستای آقسوی قرقیزستان عبور خواهد کرد. بنابر معلوم نکردن خط سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان در این منطقه چند دفعه بین ساکنان روستاهای مرزی و سرحدبانان دو طرف جنجال و زد و خوردهای خونین و تیراندازی صورت گرفت و چند نفر هم کشته شدند. یک تحقیق در میان دانشجویان تاجیک نشان داده است که بسیاری از آنها در غایت خشم و غضب با طرف مقابل دست به گریبان می‌شوند. در این پژوهش که در میان 800 دانشجوی سال دوم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان انجام دادند معلوم شده است 80% پسران دانشجو قهر خود را مثلا با موش‌زنی فرو می‌نشاندند. بیشتر از 60% پسران هنگام پیش آمدن ماجرا و عصبانیت با جنجال و دشنام دادن طرف مقابل قهر و غضب خود را فرو می‌بردند. وقتی عصبی میشن اشکالی که همون باید عصبی کرده یا آدم رو می‌کند و همون وقتا رو در هر یک آدم همین 5 اگرسیون هست. لیکن یک خیل آدم ها از همه زیاد فیزیکسکی اگرسیون این значит البته وقتی استرس باشد مشزنی سر میکند. اما اکثر دختران دانشگاه طبی با تمکین بودند و اکثریتشون گفتند که در صورت عصبانی و خشمگین شدن با بحث و دعوای لفظی و یا گریه آرام میشوند. استادان دانشگاه طبی میگویند تحقیق مذکور با هدف نشان دادن تاثیر خشم و عصبانیت بر تحصیل و پیشرفت دانشجویان انجام داده شد. در پایتخت تاجیکستان شام 3 سپتامبر تالار معاصر تنیس بازی را باز کردند که در مساحت 2500 متر مربع جایگیر شده است. در این تالار که به گفته مقامات مطابق با معیارهای جهانی بنیاد شد 3 کورت تنیس وجود دارد و برای دوستداران این نوع ورزش 2600 جای نشست نیز هست. در روز افتتاح این تالار دور نهایی مسابقات تنیس میان نورسان 13 و تا 16 ساله برای گرفتن جایزه‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. برای بنیاد این تالار تنیس بازی کارخانه دولتی رای آهن تاجیکستان 13 میلیون سومانی و بیشتر از 2 میلیون و 600 هزار دلار خرج کرده است. مقامات ولایت سوخت در شمال تاجیکستان دستور دادند که به دختران در مکتب‌های ولایت بعد از ساعت‌های درسی هنرهای گوناگون از جمله نان آشپزی و سوزنی دوزی بیاموزند. به گفته مقامات از ایام نورسی آموختن هنر روزگارداری به دختران کمک می‌کند خانواده مستحکم و پایدار داشته باشند. اما یاد دادن هنر بخش حتمی برنامه تعلیمی مکتب‌های ولایت سوخت نیست و مثلا نانپزی و آشپزی درس‌های علاوه‌ای هستند. اینها صنف روزگارداری صنف هشون خوانندگان محفل روزگارداری. بله محفل روزگارداری. با اینها تیار کردن شپیرو آموزش شده. با گفته بخش اطلاعات حکومتی سوخت بیشتر از 1500 مکتب میانه ولایت صاحب تنور و آتشدان و 600 مکتب صاحب محفل‌های روزگارداری و سوزنی دوزی شدند. و اخبار و ویدیوهای از این هم بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن های همراه.